بچه اومدیم با یه ویدیو دیگه آنباکس 3 تا پک کیملی، پک 2 تا پک صورتی، یه پک سبز، پک صورتی دی بروینه و نویر، پک سبز کریستیانو رونالدو و کورتوا. بریم اول پک رونالدو رو واکنیم، اینو میذاریم کنار، ایشالله چیز خوبی باشه توش. بریم واکنیم. این فیگور کارت اول چیه؟ آرسنال، سرمربی آرسنال، اوورال 87. مینی فیگور سرمربی، بر 2 تا یه برچسب، اینم یکی دیگه. یه کارت 93 بچه ها، 93 اوورال 93. خب بریم واسه این یکی یه پک دیگه. این پک صورتی قشنگم پولومپه. خب بریم این پک رو واکنیم، چه چیز خوبی باشه. بارسلونا چی بچه ها؟ بارسلونا اینه بچه ها، یه مینی فیگورش و برچسب و کارت امضای هالند بچه ها، کارت امضای هالند، اوورال 93. شانسی داریم بچه ها. خب آخرین پک، اینم قشنگ پولومپه، ببینید. خب بریم آخرین پک رو واکنیم. سفت پایین با میکنیم. بازم آرسناله بچه ها. این چیه از آرسنال؟ بازم همون سرمربی، تکراریه بچه ها، بازم همون سرمربی. این هم مینی فیگورش با یه هم برچسبش فکر کنم، بله تکراریه. نه ولی این کارت تکراری 96 راموس بچه ها، 96 راموس. امیدوارم این ویدیو خوشتون باشه. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.